дар маҷмӯаи савдои меҳргони шаҳри душанбе шукӯҳу шаҳомати идона танинандоз буд. ин чорабинӣ ба муносибати таҷлили иди каду, харбуза ва тарбуз сурат гирифт. ҳадаф аз баргузории чорабинии мазкур муаррифӣ намудани дастранҷи деҳқонон, эҳьё кардани анъанаҳо ва табодули таҷриба миёни кишоварзон мебошад. мавриди зикр аст ки таҷлили иди харбуза, тарбуз ва каду дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар ҷашну маросим ҳар сол баргузор мегардад. و یک فرقی که عید ما با اعیاد دیگر ادیان داره هم همینه که عید ما دو تا عید داریم. هر دو عید ما مناسبت هایشون مناسبت های بروز هست. حالا من شنیدم خبر نبودم مش مسابقه بودم و قدر دمی چیزا ارزش نمیده روز بیرق نه یک روز دیگه به نام بیرق شده. ما گفتم این روزا از مردا و زنا و اطفال و دیقان و همه خلاص شد در بیرق مال یک روز شد نه چون که حالا شاید یک روزم به نام روز موتر هم جور کنن. روز موتر، روز بایسکل نه، روز چی یک روز تخصیص بتیم نه، یک روز هم شاید لباس باشد، روز پیران تنبان نه، بعد ای وقت پیران تنبان ها رو بفروشین بپوشین و چی کنین. بیرق در نظام اسلام به خاطر که جمع شوند اکثر در جنگ ها و لشکرها استعمال میشد این وجود داشته است. دیگه من تاسف دوستا به این میکنم که یک کسی اسلام میفهمه قانون اسلام به خاطر از او جان دادن شهادت است. وای به او کسایی که علیه اسلام جان خودم میته، علیه اسلام، علیه نظام اسلام، علیه قانون اسلام جان خودم میته. جان بسیار جای تاسف است، بسیار خسران کلان است، بسیار زیان و تباهی است، هلاکت و بربادی است بر یک مسلمان. الله میگه به خاطر نظام دستور ما جان تبته که به حیات ابدی بری او میگه علیه از او جان خودم میته. افتخارم میکنه من فلانی خان شدم این شدم اون شدم. همین دشمنای اسلام استعمال میکنه ما و شما را به منافع خود استعمال میکنه. جوانای ما را بسیار جگرخون میشیم، غمگین میشیم که چرا این جوان دنیایشم خراب شد آخرتشم خراب شد. چرا این جوانی تو شد؟ این نیست که ما خوش شویم خوب شد این قدر مسلمان کشته شد. نه، اما میگیم چرا این مسلمان درک نمیکنه، چرا عقیده خدا، چرا ایمان خدا، چرا به الله خالق کائنات باور نداره، به یک کافر بدبخت به او اعتماد داره، به او باور داره. سفره افطار هستیم و اون وقت یک خوشی هست و یک سروری هست که بعد از چند ساعت 12 ساعت بیشتر کمتر گرسنگی و تشنگی انسان این چیزی را تناول می کند و یک افطار اکبر همینه که امروز من شما عید فطر گرفتیم و این هم یک خوشی دارد. اگر من شما ماوراء حجاب را اونور پرده را می دیدیم مشاهده می کردیم خوشی من و شما دوچندان می شد به دلیل اینکه الله عزوجل در این روز به بندگان خودش عیدی میده. عزیزان در حدیث شریف این روز یوم الجائزه گفته شده، روز جائزه، روز پاداش، روزی که رب العالمین به بندگانی که یک ماه تمام به خاطر الله عزوجل از تمامی لذات چشم‌پوشی کردند، لذت جنسی، لذت گرسنگی، تشنگی، همه اینها را کنار گذاشتند به خاطر الله عزوجل. الله تعالی در این روز به این بندگان خودش پاداش میده، جایزه عنایت میفرماید. به این خاطر یوم الجائزه هم بهش میگویند. و یک فرقی که عید ما با اعیاد دیگر ادیان داره هم همینه که عید ما دو تا عید داریم. هر دو عید ما مناسبت هایشون مناسبت های بروز هست، مناسبت هایی هست که اون مناسبت ها با خود ما مربوط هست. بقیه ادیان نه، یک عیدی دارند که عید اونها به یک تاریخی برمیگردد. مثلا عید مسیحیت روز 25 دسامبر میگویند که ولادت سیدنا عیسی علیه السلام است. 300 سال بعد از
بعد از اینکه عیسی علیه السلام به آسمان ها رفت 300 سال بعد از اون این عید را درست کردند و تخمین زدند، گفتن حدوداً 25 دسامبر عیسی علیه السلام متولد شده. لذا یک عیدی هست که بر اساس ولادت عیسی هست. اون ولادت هم تحقیقی نیست، دقیق نیست. و عید یهودی ها روزی هست که اونها معتقدند در این روز موسی علیه السلام و بنی اسرائیل از دست فرعون نجات پیدا کردند و فرعون که دشمن بنی اسرائیل هست در این روز غرق شد. اون روز را اونها روز عید خودشون میگیرند. همه ادیان را و همه مذاهب را شما بررسی بفرمایید، هر یکی یک تاریخی دارد که بر اساس اون تاریخ عید خودش را میگیرد. ما اگر به تاریخ های خودمون بررسی بکنیم ما ده ها از این تاریخ داریم، اما عید ما بر اساس این تاریخ ها نیست. اگر بر اساس تاریخ بود ما روز ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم را عید می گرفتیم. اگر بر اساس تاریخ بود ما روز مبعث رسول الله را عید می گرفتیم. روز بدر را که یوم الفرقان نامیده شده اون روز را عید می گرفتیم. روز فتح مکه را که بلال رضی الله تعالی عنه بعد از سالها هجرت و غربت صحابه برگشتند و بلال پشت بام خانه کعبه برای اولین بار ندای الله اکبر را سر داد. اگر عید ما بر اساس تاریخ بود ما در اون روز را عید می گرفتیم، روز فتح مکه را عید می گرفتیم، روز احزاب شکست احزاب را عید می گرفتیم، روز بدر را عید می گرفتیم. اما عزیزان ما از این تاریخ های زرین زیاد داریم، فراوان داریم. اما رب العالمین عیدی که به ما عنایت فرموده، دقت بفرمایید این عید بسیار نکات ظریفی دارد. دو تا عیدی که ما داریم، دو عید ما بعد از بندگی، بعد از طاعت و بعد از عبادت است. عید فطر بعد از یک ماه عبادت که شما مؤمنین انجام می دهید و بعد از یک ماه قیام و صیام هست، بعد از یک ماه روزه هست که شما انجام می دهید. و عید قربان بعد از اینکه مؤمنین حج می کنند، یک طیف بزرگی و یک گروه بزرگی به نیابت از تمام مسلمانان فریضه حج را انجام می دهند. لذا عید ما بر اساس عبادات است، چون دین ما دین عبادت است. به همین خاطر فرق دیگری که عید ما با اعیاد اونها دارد، اعیاد اونها خود درآوردی هست، عید ما از جانب الله عزوجل هست. در اعیاد اونها همش رقص و پایکوبی هست، در اعیاد اونها همش منکرات هست، در اعیاد اونها همش فساد هست، در اعیاد اونها همش خدا فراموشی هست. اما عید ما عزیزان سجده هست، طاعت و عبادت هست، دعا و نیایش هست، خواستن از رب العالمین هست. عید ما بر اساس طاعت و بندگی هست. به همین خاطر مناسب نیست برای هیچ مسلمانی که بعد از اینکه الله عزوجل بعد از یک ماه طاعت و بندگی بهش عیدی میده، در روز عید و بعد از عید منکر انجام بده، بعد از عید گناه بکنه، در روز عید مرتکب معصیت بشه. مبادا مسلمانان در اعیاد خودشون منکرات داشته باشن که الله عزوجل سخت ناراضی میشه. ولی بسیار جای تأسف است که بعد از عید، بعد از ماه مبارک رمضان معاصی شروع میشه، بی‌حجابی ها فراوان میشه و جلسات معصیت که من ذکرشون نمی کنم، جلسات معصیت بعد از عید زیاد میشه. عزیزان ما این عید را گرفتیم به خاطر اینکه یک ما توفیق بندگی داشتیم و اون توفیق بندگی اگر حقش درست ادا شده، اون در وجود ما یک تقوایی و خداترسی ایجاد کرده. چگونه تقوا ایجاد شده؟ اولا الله عزوجل روزه را میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
روزه بر شما فرض شده به خاطر اینکه تقوا در وجود شما بیاد، به خاطر اینکه خدا ترسی در وجود شما بیاد. چگونه با روزه تقوا ایجاد میشه؟ ما به خاطر الله عزوجل همونطوری که ابتداء عرض کردم بسیاری از لذات را و بسیاری از تمایلات نفسی خودمون را کنار میگذاریم. نیاز جنسی هست، خانه حلال هم هست، هیچ که به طرفش نگاه نمیکنه چون الله عزوجل ممنوع کرده. نیاز گرسنگی هست، همه نوع غذا تو خونه هست، اما هیچ کس نزدیکش نمیره چون الله ممنوع قرار داده. تشنگی هست، اما هیچ کسی به طرف آب و آب میوه و یخچال و هیچ چیز نوشیدنی نمیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الله عزوجل ممنوع قرار داده. از صبح تا غروب با لبانی خشک، با معده خالی و گرسنه تحمل میکنیم. عزیزان تقوا همینه. تقوا یعنی اینکه خدای عزوجل دستوری که داده اون دستور را کاملا انسان اطاعت بکند. این تقوا را که گرفتیم تقویت میشیم. این تقوا باید بعد از ماه مبارک رمضان با ما همراه باشد. لذا فلسفه رمضان و پیام رمضان اینه که کسی که مال خودش را به خاطر الله نمیخورد اون به مال غیر هیچ وقت چشم نمیدوزد. کسی که مال حلال خودش را به خاطر الله عزوجل نزدیک نمیره اون چطور جرأت میکند مال مردم بخورد؟ کسی که به طرف خانه حلال خودش نزدیک نمیشه او بعد از رمضان چطور میتونه دیگران را و محارم را به دید بد نگاه بکنه؟ لذا عزیزان رمضان و صیام روزه ما را از این جهت تقویت میکند. تقوای ما تقویت بشه، خدا ترسی ما تقویت بشه. و یکی از اثرات تقوا و یکی از تأثیرات خوب تقوا این بعد از ماه مبارک رمضان شما امتحان بکنید. اگر این وضعیت، من یک آیه خواندم، همین یک آیه را ترجمه میکنم، زیاد صحبت هم نمی کنم، وقت هم نیست، اما با این یک آیه ما بیایم تقوای خودمون را محک بزنیم، تقوای خودمون را در معرض آزمایش و امتحان قرار بدهیم. اگر به این حد رسیده که مبارکه، رمضان تأثیر خودش را بر ما داشته. اما اگر تقوای ما ضعیفتر از این عزیزان من، نیاز به تجدید نظر است. الله عزوجل می فرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کسانی که در وجودشون تقوا بیاد، کسانی که خدا ترس باشند، کسانی که متقی باشند، کسانی که تعبیر البته بنده هست، کسانی که رمضان را اونها را اصلاح بکند و تقوا را در وجود اونها تقویت بکند، کسانی که متقی کامل باشند. اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه از سوی شیطان وسوسه به سوی اونها بیاید، هرگاه از سوی شیطان حمله به سوی اونها بیاید، هرگاه شیطان اونها را به سوی گناه وادار بکند، تذکروا، فوراً رب را یاد میکنند، فوراً باز می آیند، عقب نشینی می کنند، به طرف گناه و معصیت نمی روند. عزیزان اگر بعد از ماه مبارک رمضان این گونه هست که مبارکه، ما باید تقوایمون به اندازه‌ای باشه که متاسفانه نیست. باید حتما ما فکر بکنیم، برای تقویت تقوایمون کوشش بکنیم. دلیلش چیه که در ماه مبارک رمضان مساجد یک رونق و شکوه خاصی دارد. زیبایی مساجد با جوانانی هست که با چه شور و شوقی حضور پیدا می کنند، با جوانانی که با چه دعا و تضرعی دارند، اما بعد از ماه مبارک رمضان اینها پیدا نمیشند. ماه مبارک رمضان وقتی که می آید صدقات اینقدر زیاد میشه که همه فقیر فقرا وضعیتشون خوب میشه، همه لباسهاشون نو میشه، کفشهاشون نو میشه، خوراکشون بهتر میشه.
اما بعد از ماه مبارک رمضان عزیزان دوباره چه رحم و وضع گذشته برمیگرده. لذا ماه مبارک برای این هست که ما اینها را که تمرین میکنیم، گرچه ماه مبارک برکاتی دارد، شیاطین مسدود هستند، شیاطین به زنجیر کشیده شدند، اما عزیزان اگر کسی بخواهد اون چی که در رمضان حاصل کرده و بعد از رمضان اون را حفظ کند و با او ادامه بدهد، الله عزوجل او را کمک میکند، الله او را تقویت میکند. لذا باید تقوای ما به اینجا برسد که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، هر وقتی شیطان وسوسه کرد، شیطان به سوی گناه دعوت کرد، شیطان به سوی معصیت ما را برد، شیطان به سوی رباخواری، به سوی غیبت، به سوی دروغ، به سوی تمام گناهانی که گناه زبان، گناه گوش، گناه چشم، گناه معاملاتی، گناهان دیگری که در جامعه وجود دارد، هرگاه شیطان میخواد وسوسه بکند، تذکروا، باید خدا را یاد کنیم. فاذا هم مبصرون، چشماشون را باز میکنند. حتی الله عزوجل میفرماید و اخوانهم یبدونهم فی الغی، بقیه کسانی که در مسیر شیطان هستند، بقیه کسانی که در مسیر گمراهی هستند، سعی میکنند اینها را به سوی گمراهی بکشند. ثم لا یقصرون، اونها هیچ کوتاهی نمی کنند، اونها تمام تلاششون را میکنن که اینها را به سوی گمراهی ببرند، اما اینها چنان تقوایی به برکت رمضان حاصل کردند، چنان تقوایی به برکت قرب الله عزوجل حاصل کردند که اون تقوا حجابی هست، سدی هست، مانعی هست عزیزان من. لذا عزیزان این پیام رمضان هست و این فلسفه رمضان هست که هر رمضان ما را تقویت می کند، ایمان ما را، تقوای ما را، یقین ما را، توکل ما را، اعتماد ما را به الله عزوجل ما را تقویت می کند و ما باید بیشتر از پیش باشیم و همچنین باید در باب عمل کوتاهی نشه. گرچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که همیشه از الله عزوجل فضلش را بخواهیم، اما عزیزان فضل الله را بخواهیم بدون عمل چی روی داشته باشیم که از الله فضلش را بخواهیم؟ یکی از بزرگان جنید بغدادی رحمه الله می فرماید بغیر عمل کسی اگر امید بهشت را داشته باشد او در واقع داره خودش را فریب میده، و اگر کسی عملی میکند و بر عمل خودش اینقدر اعتماد داره که من به بهشت میرم، اینم خودش را فریب میده. ایمان یه حالت چنینی دارد که انسان باید بدون عمل هم نباشد و اگر عمل میکند بر عمل خودش مغرور هم نباشد، اعتماد هم نداشته باشد. الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان بین ترس و امید باید باشد. اینقدر از الله عزوجل انسان باید بترسد که حد و نهایتی داشته نباشد و اینقدر به الله عزوجل امیدوار باشد که امیدش هم حدی داشته نباشد. الله عزوجل هر جا آیات امید و آیات خوف را بیان می فرماید. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. بندگان من را خبر بده ای رسول مکرم صلی الله علیه وسلم که من غفور و رحیم هستم. یعنی امیدوار باشید، عمل بکنید، با خدا باشید، در کنار دین الله باشید و امیدوار باشید. اما وان عذابی هو العذاب الالیم، عذاب من هم دردناکه، بد جور عذاب میده، الله پناه بده همه من شما. لذا عزیزان هم باید امیدوار بود، هم باید ترسید و هم باید از خدای عزوجل همیشه بخواهیم انسان هیچ وقت بر خودش اعتماد نکند. اونهایی که بر خود اعتماد داشتن چه اولیاء الله بزرگی بودند هم لغزیدند.
هم دچار اشتباه شدن. لذا هیچ وقت نباید بر خودمون اعتماد بکنیم، بر الله عزوجل، بر ذات الله توکل بکنیم و تا روزی که الله تعالی توفیق داده در باب طاعت و بندگی، در باب سجده الله عزوجل کوتاهی نکنیم. خوشا به حال اون مسلمان، بالخصوص اون جوانی که او توفیق پیدا می کند اکثر عمرش را و تمام عمرش را در طاعت و بندگی صرف می کند. ما عزیزان همه روزه می بینیم که دنیا چطور بی وفا هست، چه عزیزانی را ما داریم از دست میدیم، چه انسانهای با شخصیتی را ما از دست میدیم. واقعا دنیا برای هیچ کسی جای بقا و ماندن نیست، اما خوشا به حال اونهایی که حقیقت را درک میکنند، خوشا به حال اونهایی که دوراندیشن، دور را نگاه میکنند، جلوی پایشون را نگاه نمی کنند. همین دنیا را و همین سلامتی را و همین امکاناتی که الله عزوجل به ما داده که موقتی هست، سلامتی موقتی هست، جوانی موقتی هست، همه چیز دنیا موقتی هست، به این نگاه نمی کنند، خیلی دور را نگاه می کنند، اونور دنیا را نگاه می کنند و برای اونور دنیا برنامه ریزی می کنند. خوشا به حال اون انسانها واقعا دوراندیشند و الله عزوجل از اول قرآن تا آخر قرآن بیشترین تأکیدی که به ما دارد همینه که ای انسان دور را نگاه بکن، ای انسان برای آخرتت برنامه ریزی بکن، برای فردایت فکری بکن. و رمضان هم آمده به خاطر اینکه فکر ما را به الله عزوجل، به جهان آخرت، به روز قیامت، به سعادت ابدی و سرمدی ما فکر ما را ببرد. الله عزوجل همه ما را اهل توفیق بگرداند، اهل طاعت و بندگی عنایت بفرماید. بالخصوص امروز تک تکمون برای خودمون دعا بکنیم که ای الله استقامت بده. خداوند انشاءالله گناهان را بخشیده، شک نکنید، وعده الله است. شما مؤمنین که این شب این همه یا رب یا رب گفتید، داد و فریاد کردید، الله چنان رب مهربانی است که رد نمیکنه، قطعا بخشیده. اما عزیزان این وضعیت را تا بعد از این حفظ بکنید، نگه داشته باشید و تا آخر که با الله باشیم، از گناه، از معاصی، از نافرمانی پروردگار دور باشیم. الله عزوجل به همه من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید و عید را عید مبارکی بگرداند و الله تعالی تمامی طاعات و بندگی مؤمنین و مؤمنات را در همه جای دنیا به بارگاه خودش قبول بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.